سلام. بعضی از این پیجای اینستاگرامی سلطنت طلب یه عکسی از حضرت آقا گذاشتن که گوشه عمامه‌شون خاکیه و دارن تحلیل میکنن که رهبر انقلاب از ترسش داره زیر زمین توی دخمه زندگی میکنه. اول اینکه ما برای موشکامون یه شهر درست کردیم 50 متر ارتفاع تا سقفش هم کاشی سرامیک کردیم. یعنی برای اتاق فرماندهی جنگمون نمیتونیم چنین چیزی بسازیم. دوما این صحبت‌های امروز آقا رو بشنوید. اینا حرف کسی است که ترسیده. نه خیر، ایشون مثل جدش امیرالمومنین ایستاده تا پوزه مرحب زمان رو به خاک بماله. بشنوید. به نظرشون میرسه که مرتبا میگه رئیس جمهور آمریکا که ارتش ما قوی ترین ارتش دنیاست. قوی ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتوانه بلند شه. میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میتوانه این ناو رو به قعر دریا